یه روز عادی توی آلکاتراز داشتم میرفتم سر دراپ تا اتچمنت اچس همو تست کنم. اونم چه اچسی میان 600 کیلومتر با اون شش میکنه. که اینه نمیو سر دراپ دیدم چون کلاسه اون سوزنی فشارینی کنم سو داشت ازش فاصله گرفتم و از این فاصله خیلی عجیب اچس وان شات کرد. عجیبه. دوباره اینجا یه موومنت بروکنی زدم و انمیو زدم و دوباره عجیب وان شات کرد. یه موومنت دیگه زدم و دوباره وان شات. حاجی برگام. اگه این اتچمنت رو میخواین تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید. البته ویدیو رو لایک کنید و یه دونه کامنت هم بذارید. چنلمون هم ساب کنید چون چند وقته که فعالیت نکردم و ویوها خیلی اومده پایین. دمتون گرم. اینجا یکی اومد تو صورتم یه وان شات هم به این زدم. دیگه از این اتچمنت پشمام ریخته بود که انقدر وان شاته و مطمئن بودم که دیگه کامل وان شاته. اینجا دوباره فاز بروکن گرفتم اومدم اینو بزنم که بد ریدم. اینم از اتچمنت. لایک یادت نره.